ما داریم میریم پایین واسه شستشو دوچرخه ها و بریم تمیز کنیم. بعد چند وقت که دوچرخه رو ساختیم بچه یه ماه خورده دوچرخه من زیر آفتاب و بارون بود چون پنچر بود و درآمدش هم نداشتم درستش کنم. اینو بذارم اینجا. خب بریم دوچرخه ها رو بیاریم بچه. اینم جک و ترکبند که دیگه من نمیبندمش. بچه دوچرخه گنگی میل شکاری خودش رنگش کرده. برچسب راستی اون برچسب سگی که روی زده بودی کش کندش بچه. و حالا یه چیزی بهتون نشون دادن دوچرخه خودمون. ولی بچه خیلی تغییر کردم. تایر BMX با تیوب 9 زنجیر بزرگتر شده الان تندتر میره بچه. زینش چون خشک بود با پنبه واسه زین ساختم. ترمز هم داره بردیم چون ترمزا خراب بود بچه. راستی توپی 26 هم که بهتون معرفی کردم. جابجاش این توپ بسکتبال هم تو دستگاه منه. من آخر پارش میکنم. کبوترهای نازن نه بچه ها. کف داره کاکل پسر. وای وای بچه ها واسه تون یه دور فلکه‌ای بزنیم بچه. کفترهای خیلی قشنگی داره. کفتر پاپر مشکل اینم جک همه جک. بچه ها یه دور فلکه‌ای به افتخار کنم. یه هم دوچرخه میلشکاری فرمونش مال BMX قدیمی ها. یه دوچرخه به شدت قدیمی و پرشتابه. راستی بچه اگه این ویدیو دوچرخه سواری دوست داشتین حتما بگین تا شب واسه تون یه ویدیو خفن بذاریم. خب میشکنیم همین بنده. خب بچه اولین کار که باید کنیم آب کف رو درست کنیم. البته آب کف رو داریم. آب کف رو داریم. خب اول آب رو دوچرخه دوچرخه اول دوچرخه من بشویم یا مال تو؟ اول مال خودتو بشویم. خب این دست من باشه تا من یکم بچه ها سلطان دوچرخه 26 خیلی وقت باش بیرون نرفتم و حوصله‌ش رو ندارم. اونا پارچه اول باش کنیم. میدونی چیکار کنیم؟ بارش آب بگیره اول. خودش کفیه. بیار مشکل بیارش بس بچه ها مشکلی داره دوچرخه گنگیشو تمیز میکنه. مشکل این میخوای بیارش اونجا ها. بیارش زیر سایه حداقل کم فیلمم تمیز در بیاد. بالاش بیا بچه تا مشکلی بیار یه رونمال از این دوچرخه خفن بگیری. بچه تایرش کلفته ولی تایر سایز 22 خیلی به زور جا رفت رو دوچرخه. بچه فرمونم قبلا کج بود صافش کردم. یک زین نرمم که بهتون گفتیم ساختیم قبلا چون زین نداشت سر میخوردیم دیگه نمیشه باش تچرخ انداخت متاسفانه. و بچه ها میش کاری راستی من که روغن دارم جای دوچرخه روغن نره بگو تا بزنیم. داره
من روغن دارم و روغن نو برانتک تاز. تو ویدیو واسه بچه ها گفتیم بچه ها ایناش روغنه هنو هستش. این چه کاره؟ روغن زرد تمیز. بچه ها احتمالا آخر سر که دوچرخه بشورم یکم به کمک و توپیش و زنجیرش بزنم. بچه ها میلچه کاری سلطان گنگی وارد می شود با رخ آبکف بیشتر که اینجا داشتیم. فعلا همون استفاده کنیم بچه ها. این آبکف خودش زیاده. بچه ها تا ملچکاری درست میکنه یه رونمای از این زیبایی ها داشت. ملچکاری میگفتی یه کبوتر که نصد تا آشغال انداخته بود مرده ها؟ بچه ها نما کنیم چه کبوترهای خفنی هن. بچه منم کبوتر داشتم متاسفانه ملچکاری اوی زنجیر رو ببین کج و موز شده. بچه ها زنجیرم کج و موز شده. چرا اینطوریه؟ گیر کرد. بچه ها تا دوچرخه ها رو بشوریم و بعدش یه ویدیوی تمیز شدنشونم براتون ادیت میکنیم و میذاریم. و بچه ها شاید احتمالا بعد این ویدیو کم بریم با شما دور بزنیم که یکم دوچرخه ها خوشن و لیت گو. خب برای دوچرخه ها رو شستشو اساسی دادیم با کف. بچه ها این هم داشت ملچکاری. دوچرخه منم قشنگ شستیم تمیز. بچه توش پر آب. حتی اینجا هم رفتیم. تو کمک هم آب ریخت دیگه ملچکاری دستش دلا. بچه ها قراره بعد این که خوش بشن به دوچرخه هامون یا روغن اساسی هم بزنیم تا یکم نرم شن. میبینی؟ فنرش آره فنرش میزنم. نکن میش کنه چیش خراب میشه. تو پیش آره برای این که آره میزنم. نه چی صرف شد. ولی بچه های خیلی رخ قشنگی رفته. خب ما بریم بیرون و یه گشتی بزنیم تا اینا خوشن. بیایم بریم بچه ها. میخوایم یه آشنایی هم داشته باشیم و let's go.